آنقدر پیشوا را نیش زدند که جای صحت در بدنش نماند. پیشوا ورم کرده بود، اوف اوف و ناله هایش را تمام شهر می شنوید. پیشوا کمی به هوش آمد و صدایش نیز برآمد. امروز من بیمارم، نمی خواهم کلاغوتک زنم. مرا برگردانید به بستر خوابم. سلام. قصه پیشوا پادشاه و زنبور عسل. روز از روزها چنین شد به پیشوا که زنبور عسل را به غضب آورد. بود نبود بودگار بود، زمین نبود شدگار بود. در یک زمین در یک زمان، شاه خلایق یک پادشاه زنبور آزار بود. روز یک شنبه بود، ساعت 11 و ناگاه پادشاه از خواب بیدار شد. چشمانش باز نمی شدند، اما به ضرب زوری چشمان خود را باز کرد و احساس خوبی نداشت. به خود گفت چی شده است با من که چشمانم باز نمی شوند؟ و خود به خود جواب داد شاید اتفاقی افتاده است. مشغول سؤال و جواب با خود بود که ناگاه نفسش تنگی کرد و آهسته آهسته درک می کرد که سلامتیش خوب نیست. چنان ترسید که نمی دانست چی کار کند. چنان می لرزید که حتی فراموش کرده بود کنیزکان خود را جاغ زده فریاد کند. دنیا برایش تنگ شده بود. تنها در فکر آن بود که شاید آخرین نفسش باشد. نمی دانست چی کار کند. در مابین 1 ساعت گذشت و از ناچاری می خواست خدمتگاران خود را صدا زند. لحظه لبکشایی آمد که لبانش نیز خشک شده بودند. دیگر نمی توانست مثل پیشتره با صدای بلند فریاد زند. با عذاب و مشقت صدا می زد. چنان صدایش پست بود که حتی خودش نمی شنوید. اما دلش از کار نمانده بود و خود را کمی تسلی می داد و در فکرش می گذشت که آخر من پیشوای ستاره آور هستم و مردمم وعده داده بودم که همه ستاره ها را برای شما می آورم. آخر من تنها 10 فائز ستارگان را به زمین آوردم. اگر من بمیرم 90 فائز ستارگان در آسمان می مانند. کسی بجز من ستاره آور نیست. چی می شده باشد به ملت من؟ ملت من به ستاره نمی تواند زندگی کند. در همین فکر بود که یکی از کنیزانش داخل خانه خواب پیشوا شد. تعظیم کرد و گفت ای پیشوای خوشقد و بالی من، ای پیشوای خوشقاش و کله کلانی من، به خدمت حاضر شدم. خوشبختانه دستان پیشوا کم و بیش کار می کردند. با دستانش اشاره کرد، یعنی همین طور. آب ده به من. کنیزک مقصدش را فهمید و آب آورد. پیشوا از آب نوشید و کمی به خود آمد. پیشوا از زمان جوانیش عادت داشت که هر وقتی که از خواب بیدار می شد 4 کنیز دست و بازو دار بزبله او را از جاگه خوابش برداشته به حوض قصرش می بردند تا او سر و کله‌اش را شوید. تاریخ نویسان نقل می کنند چون که پیشوا کمی تنبل بود خوشش نمی آمد در حمام خود را زحمت دهد. او را هر زمان به همان حوضچه‌ای که در طبقه اول قصرش بود می بردند تا به قول ما تاجیکان یک کلاغوتک بزند و خود را
در حمام غم ندهد. اما این بار از دیگر روزها فرق می کرد، چون پیشوا بیمار شده بود. خلاصه او را به پیش حوضچه بردند و آرامانه گذاشتنش در آب. در حالی که پایهایش احساس کردند که در آب هستند، پیشوا کمی به هوش آمد و صدایش نیز برآمد. امروز من بیمارم، نمیخواهم کلغوتک زنم. مرا برگردانید به بستری خوابم. او را به بستری خوابش برگردانیدند. احساس کرد که میخواهد چای بنوشد و فرمان چای را صادر کرد. به من چای بیارید. پیش خدمت یعنی یکی از غلامکان دربارش به او چای و یک پیاله عسل آورد. همین جا بود که قصه به غضب آمدن زنبور عسل آغاز شد. خوب گوش کنید تا بفهمید آخر قصه چی می شود. زنبورک در مقایسه با پیشوا تنبل نبود. صبح دم خسته بود، چون برای زنبور هر ثانیه مهم است. زنبورک 3 ماه عمر دارد. در این 3 ماه آنقدر خوبی ها و خدمت می کند که این عمر کوتاهش برایش حلال می شود. خلاصه زنبور در پرواز بود. پرواز زنبور برای دیدگی نیست. پرواز زنبور برای چشم سیر کردن نیست، بلکه برای پیدا کردن رزقش است. این روز زنبورک مثل روزهای قبلی نبود. از دیگر روزها فرق می کرد. آنقدر فرق می کرد که هیچ ناگفتنی. در شهر غوغا بود. همه از قفای رزق و روزی خود می دویدند. زنبورها نیز مثل انسانها در جستجوی رزق خود بودند. زنبورک اول به بازار سیل کرد. دید مردم خود از قفای شیرینی می گردند و زنبورک چیزی پیدا نکرد. این طرف آن طرف پرواز کرد که ناگهان در نزد قصری رسید. قصر زیبایی، آنقدر زیبا بود که به نظر می رسید تمام مال و ملک مردم برای ساختن این قصر صرف شده باشد. و ناگاه در مشامش بوی عسل رسید. زنبورک به خود گفت من رزقم را پیدا کردم. در طبقه دوم این قصر نفر به نام پیشوا پادشاه زندگی می کرد و در یک پیاله زرین عسل در پیش داشت. زنبوری دانا به طبقه دوم پرواز کرد و در پیاله عسل پیشوا پادشاه نشست. اینجا بود که داستانی به غضب آمدن زنبور شروع شد. اینک صحبت شاه دانا با زنبور. پیشوا به غضب آمد، گفت ای زنبورکی بی آداب، نمی بینی که در کجا نشسته ای؟ زنبور جواب داد می بینم، در پیاله عسلی نشستم که خود با زحمت خود جمع آوری کرده بودم. پیشوا گفت این چی گستاخی است؟ تو مگر نمیدانی که این مملکت با تمام داراییش از من است؟ زنبور کمی در فکر رفت و گفت آیا شما میدانید که دارایی این مملکت همه اش در قصر شما جمع آوری شده اند؟ اگر میدانستید چنین نمی گفتید. این خلق دیگر دارایی ندارد. در کوهها دیگر گل نمی روید. اگر گل می بود من هیچ وقت از کوهسار به بازار و اینک به قصر شما تشریف نمی آوردم. غضب شاه دوچند شد و فرمان داد که همان قیچی که همیشه با خود می برد بیاورند و زنبور را دستگیر کرد. زنبور این ناعدالتی ها را دیده به غضب آمده بود، اما صبر می کرد، چون اگر پیشوا را نیش می زد خود می مرد و به آن چیزی که آرزوش را می کرد نمی رسید. زنبور از همان لحظه ای که شاه دانایی بی مروت را دید در دلش یک آرزوی پیدا شد.
او خود به خود گفت میخواهد که همه ای زنبوران دیگر را با خود بیاورد و این عسل را برای پیشوای دانا زهر بگردانند. خلاصه قیچی را آوردند و شاه نصف پرهای زنبورک را برید و گفت برو تا برای دیگر زنبورها درس شود که به قصر رفتن این جنایت است. زنبورک با یک حال و زار افتیده و پرواز کنان به خانه زنبوریش رسید. در آنجا این واقعه را نقل کرد و با مشورت کلانهای خود به قصر پیشوا هجوم کردند. پیاله زرین عسل را نوش جان کردند و پیشوا را نیش باران کردند. آنقدر پیشوا را نیش زدند که جای صحت در بدنش نماند. پیشوا ورم کرده بود، اوف اوف و ناله هایش را تمام شهر می شنوید. دوام قصه را در نوارهای بعدی خواهید شنید. اوکاکا همانجا ماندند، ما آمدیم. اگر می خواهید از این داستان ها بیشتر بشنوید، محترمانه لایک های خود را گذارید و این نوار را بازپخش نمایید. اینک گذشتیم به قسم سوال ها. مثل همیشه در آخر نوار من از شما 3 سوال میپرسم و شما جواب خود را در تگ همین نوار بنویسید. سوال اول: زنبور عسل چند روز یا چند ماه عمر میبیند؟ سوال دوم: آیا میدانستید که انسانها در پیش پیشواهای دروغین به مانند زنبورند؟ سوال سوم: آیا میدانستید که اگر در دنیا دیگر زنبور نماند 80% زراعت و درختها از بین می روند و انسانها به مشکلات عمیقی گرفتار می شوند؟ در جواب سوالها به توجهی نکنید. حتما فکر خود را نویسید. خدا حافظ و تا نوار نوبتی.